سلام و درود به همه شما عزیزان که در این لحظات خاص و به یادماندنی همراه ما هستید. امشب در کنار هم جشن نوروز را با شور و نشاط دوچندان آغاز می‌کنیم. نوروز این آیین زیبای باستانی، نماد نو شدن، امید و زایش دوباره طبیعت است. و چه زیباست این لحظات را با هم تقسیم کنیم. امیدوارم سال جدید سالی پر از سلامتی، شادی، موفقیت و آرامش برای شما و عزیزانتان باشد. از اینکه ما را در این برنامه نوروزی همراهی می‌کنید، از صمیم قلب سپاسگزاریم. با هم سالی پر از نور و برکت را آغاز می‌کنیم. در این برنامه نوروزی افتخار داریم تا یکی از ستاره‌های درخشان موسیقی لرستان را به شما معرفی کنیم. هنرمندی با صدای محصور کننده و اجرایی به یاد ماندنی. خوشحالیم که امسال نوروز را با حضور این هنرمند عزیز و اجرای زیبای او جشن می‌گیریم. این شما و این آقای امیر بیرانوند. نازکی نازاری نبره بازاری یار تر نازاری و تر چشات تا که انگلات بمونم و تما تو دبست که خوی چه بوی چه نوی هی هم بخیالم هی تونی دل خوشیم اگر تو بکشیم خینه محلالم تو دبست که خوی چه بوی چه نوی هی هم بخیالم هی تونی دل خوشیم اگر تو بکشیم خینه محلالم چشات گزنه سر گردنه دل بره به غارت و دست خم نی دلم آروم نی بیمه به هوکاره سر سامونم دردت به جونم تونی هونمونم هی تونی یارم تو کس کارم بیتونه میتونم تو دبست که خوی چه بوی چه نوی هی هم بخیالم هی تونی دل خوشیم اگر تو بکشیم خینه محلالم تو دبست که خوی چه بوی چه نوی هی هم بخیالم هی تونی دل خوشیم اگر تو بکشیم خینه محلالم سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان. در کنار مسئولین هیئت رزمی شهرستان بروجرد هستیم. سال نو رو بهتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم. بفرمایید در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. سال نو رو بهتون تبریک میگم. انشاءالله که سالی خوب، خوش و پربرکت داشته باشه. بسیار عالی. انشاءالله که برای شما سال خوبی باشه. جناب مرادی در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان. سال نو را به کلیه عزیزان، ورزشکاران، مربیان و داوران عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم که سال نو سال پربرکت، پر رونق و بدون حاشیه برای همه باشه انشالله. بسیار انشالله که برای شما سال خوبی باشه. ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. با سلام و به نام خدا سال نو رو به همه مردم ایران و همچنین شما استاد عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که سال خوب و خوشی رو داشته باشید. بسیار انشالله برای شما سال خوب. از اونجایی که برنامه ما نوروزی هست و می‌خواستم این سوال رو بپرسم که به نظر شما مهمترین رسم و رسوم نوروز چیه و اصلا چرا مهمه؟ عرض کنم خدمتتون مهمترین میشه گفت که عید نوروز عیدیه که واقعا مردم با شروع سال جدید شادی میکنن و رسم و رسوماتی که از قدیم داشتیم تا الان اینکه کوچیک‌ترها شروع میکنن به بازدید خونه‌های بزرگترها و عرض ادب میکنن، شادباش میگن و
تبریک سال جدید و آرزوی موفقیت و بهترین ها رو واسه هم دیگه دارن و این دید و بازدیدها واقعا خیلی تاثیر مثبت و شادی‌آوری رو برای خانواده‌ها داره، مخصوصا بچه‌ها. ما خودمون بچه بودیم واقعا انتظار می‌کشیدیم که عید بیاد، بریم به هر حال حالا همیشه دید و بازدید رو داشتیم در طول سال، ولی عید یه چیزی دیگه بود. عید به هر حال می‌رفتیم عیدی می‌گرفتیم، این عیدی واسه بچه‌ها خیلی ذوق داشت. حالا بحث مبلغش نبود، واقعا شادی‌آور بود و این رسمی که واقعا کوچیک‌ترها احترام می‌ذاشتن و بزرگترها فکر می‌کنم مهمترین گزینه‌اش. بسیار عالی. خانم نسولی، سوال من این هست که به نظر شما توی ایام نوروز بهتره که ورزشکارها ورزش ادامه بدن یا این دفعه ضروری تعطیل کنن؟ دیگه مسلما ورزشکارها هیچ وقت از ورزش دست نمی‌کشن. حتی چه عید نوروز باشه، چه تعطیلات باشه یا هر مناسبت دیگه‌ای، سعی می‌کنن در هر شرایط اون ریتم ورزشی خودشون رو داشته باشن و همچنان از لحظاتشون هم لذت ببرن. جناب آقای مرادی، از اونجایی که شما به عنوان هم مربی فعالیت می‌کنید هم در بخش آقایون هستید، بچه‌های شما در بخش آقایون به چه شکلی تعطیل هستن این چند 10-15 روز یا ورزش می‌کنن؟ عرضم حضور شما چون بچه‌های ما چند تاشون انتخاب شدن برای تیم ملی و کل ورزشکارا و مربی‌ها میدونن که ورزشکار باید همیشه آماده باشه. بچه‌هایی که متحد مبتدیان اونا که هیچ کاری به اونا نداریم، ولی اونایی که انتخاب شدن برای تیم ملی باید روشون کار کنیم، حتی از شده حوازی ببریمشون، سالن رو در اختیارشون میذاریم، باز میکنیم. نمیتونیم به هیچ عنوان نمیتونیم بچه‌ها رو تعطیل کنیم چون ما توی موقعیت حساس قرار گرفتیم و باید با بچه‌ها کار کنیم ان که دست پر برگردیم تو مسابقات کشوری و تیم ملی. انشالله که موفق بشیم. جناب آقای دکتر رضایی عبدی که شما رئیس هیئت رزمی هستید، امکان داره بگین که از چه سالی هیئت تحویل گرفتید؟ سال 1400. سالی. و اینکه در مورد عملکرد هیئت شما و تیمی که دارین تا الان امکان داره یک توضیحی بدید؟ عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه در سال 1400 ما از قدر مسئولیتمون حتی از ابتدایی ترین امکانات هم محروم بودیم. واقعا هیئتی که ما تحویل گرفتیم دیدیم واقعا هیچ گونه امکاناتی نداریم، یعنی صفر. در حال هیئت‌های دیگه یک سری تجهیزات دارن، یک سری امکانات دارن، حتی ما میگم حتی ابتدایی ترین امکانات هم نداشتیم و حتی یه مسابقه هم نمیتونستیم. خانه رزمی هم نداشتیم درست؟ اصلا خانه رزمی جدای از خانه رزمی ما هیچ گونه تجهیزاتی، یعنی حالا من نمیدونم به هر حال نمیخوام هیئت‌های قبل رو به هر حال نقد کنم یا چیزی بگم، ولی واقعا هیئت رزمی به ظلم شد. بعد ما هیئتی که تحویل گرفتیم اولین کاری که کردیم حتی سربرگ هم نداشت. حالا نباید اینا رو بگی به جز، ولی خوبه که بگیم. ما شروع کردیم، اولین کاری که کردیم سربرگ زدیم که بتونیم به هر حال نامه‌نگاری کنیم و درخواستنامون رو بگیم و بتونیم به هر حال مطالباتی داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون شروع کردیم نامه‌نگاری و اولین کاری که کردیم دنبال خانه رزمی. با توجه به اینکه به هر حال هر هیئت باید یه خانه تخصصی داشته باشه که تیم‌های ورزشی و مربیانشون بتونن مربیان فنی اونجا قهرمان پردازی کنن و پیلان کاری هیئت رو ببرن بالا. و ما شروع کردیم نامه‌نگاری کردیم، خدا رو شکر با حمایت سرکار خانم دکتر مقصودی، نماینده محترم شهرستان بونجد و اشتیان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان سرکار خانم عزیزی حمایت کردم و ما تونستیم به هر حال یه مکانی رو به عنوان خانه رزمی ظاهر کنیم، افتتاح کنیم و اون مکان بشه خانه تخصصی و استعدادیابی
ورزش‌های رزمی شهرستان بروجرد. از قدم مهم این بوده که تونستین خانه رزمی رو در بروجرد راه اندازی کنید. دقیقاً بعد از 44 سال که از انقلاب می‌گذشت، بروجرد باقی خانه رزمی بود. ما تونستیم خانه رزمی رو به هر حال حتی تجهیزش کنیم. بله. حتی با هزینه‌های شخصی تجهیزش کردیم که بعد هم به هر حال بازم با حمایت دکتر منصوری به هر حال تشک گرفتیم و یه سری تجهیزات گرفتیم و تونستیم خانه رزمی رو راه اندازی کنیم. بسیار انشالله که توی خانه رزمی بتونیم مدال‌های رنگارنگ هم برای شهر بروجرد بیاریم. به امید خدا که قطعا همین حالت هست و ما تونستیم تا الان هم موفق بودیم. خدا رو شکر ما رضایت کامل داریم، چرا که تونستیم به هر حال توی 3 ساله، این بازه زمانی 3 ساله‌ای که داشتیم، اولین کار قدممون این بود که خانه رزمی گرفتیم. دوم ما میزبانی مسابقات قهرمانی منطقه 3 کشور غرب کشور بارمان رو داشتیم در رشته کیک بوکسینگ و بازم مسابقات قهرمانی کشور منطقه 3 کشور رو داشتیم، بازم به میزبانی بروجرد با شرکت استان‌های ایلام، لرستان، کردستان، همدان، کرمانشاه و همچنین خوزستان که تونستیم یه مسابقات با کیفیتی رو برگزار کنیم و میزبان این مسابقات باشیم. چندین دور مسابقات قهرمانی استان میزبان بودیم، استانی برگزار کردیم و همچنین در مناسبت تمام در حال مناسبت هایی که در طول سال داشتیم ما تونستیم یه برنامه رو اجرا کنیم. حالا یا پویش تمرین در فضای باز بوده یا برگزاری مسابقات مناسبت های مختلف بوده که خدا رو شکر موفق بودیم و همچنین در مسابقات انتخابی های تیم ملی در رشته های مختلف، چون فدراسیون ورزش‌های رزمی یک فدراسیون مادره و دارای 146 رشته ورزشی هست. این 146 رشته ورزشی ما 8 تا انجمن داریم. 8 تا انجمنمون جدای سبک‌ها انجمن‌ها دارای تیم ملی هستند. کمیته المپیک تاییدشون کرده، آیوس تاییدشون کرده و رنکینگ جهانی دارن و در تمام گیمز های معتبر جهانی در حال ما تیم اعزام میکنیم. فدراسیون ورزش‌های رزمی برعکس که میگن به هر حال درسته ما یه سری رشته‌های ورزشی داریم که در بود همگانی دارن فعالیت میکنن، ولی در اصل میشه گفت که یک تنها فدراسیون تو کشور هستیم که دارای 8 تا تیم ملی، ملی مستقل و دارای رنکینگ جهانی هست. و خدا رو شکر با توجه به که مسئولیت یکی از آن انجمن‌ها دست خودم رو به هر حال در منطقه 3 کشور و استان لرستان و همچنین مربیگری تیم ملی انجمن استانبول فدراسیون ورزش‌های رزمی ما تونستیم در همین سالی که در حال گذشت، سال 1403 ما تونستیم در مسابقات نونهالان، نوجوانان و جوانان که 10 مدال کسب کنیم، مدال رنگارنگ در مسابقات انتخابی تیم ملی و همچنین اسفند ماه 403 ما تونستیم تو مسابقات بزرگسالان انتخابی تیم ملی بازم 7 مدال رنگارنگ کسب کنیم که میشه به جرئت گفت که بروجرد قطب تمام ورزش‌ها توی استان و توی کشور هست. چرا که ما 5 تا از 7 مدال بروجردی بودن. از قهرمانانمون بروجردی بودن که انتخاب شدن و حتی در رشته‌های دیگه ما داشتیم، در رشته هنرهای رزمی تربیتی و همچنین در رشته انجمن کرابلی داشتیم مقام‌هایی که تو در حال انتخابی تیم ملی کسب مدال کردن و بروجردی بودن. شما توی این بازه زمان 4 ساله تونستین فعالیت‌ها رو توی هیئت رزمی انجام بدید؟ بله، ما فعالیت‌های زیادی داشتیم. ما تونستیم استاژ داوری برگزار کنیم، استاژ مربیگری برگزار کنیم، نزدیک به 7 اردوی آموزشی ما برگزار کردیم، رایگان، به صورت رایگان. حتی از شهرهای استان هم دعوت کردیم و میزبانیمون استانی بود. بسیار عالی. جناب آقای مرادی، از اونجایی که شما هم خودتون مربی هستید و جزء هیئت هم هستید، امکان داره در مورد وضعیت مربیاتون و سبک‌های فعالی که توی بروجرد دارید صحبت بکنید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دکتر عزیز
اشاره کردن، تو 146 رشته‌ای که کل هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی داره، 21 رشته فعال تو بروج 21 رشته ورزشی فعالیت دارن. برای تایم نوجوانان، نونهالان و جوانان، حتی بزرگسالان و پیشکسوتان هم داریم. تا خود 10:30-11 شب سالنمون فعال برای رشته‌های متعدد سنی. بسیار عالی. امکان داره که حالا توی این 4 سالی که هیئت فعال بوده و شما هم از ابتدای این 4 سال همراه دکتر رضایی بودید، در مورد دوره‌ها و استاژهایی که برای آقایون گذاشتید صحبت بکنید؟ برای دوره‌های زیادی دکتر زحمت کشیدن. ما هم زیر سایه دکتر انجام وظیفه کردیم. کلیه مربی‌ها بودن، مربیان درود بودن، مربیان خرم‌آباد بودن، مربیان ارزم حضورت خود شهرستان بروجرد بودن. چند تا تو دوره‌ها شرکت کردن. خداییش ورزشکارا هم اومدن تو دوره‌ها، به نحو احسن دوره‌ها رو انجام دادیم. خیلی دوره‌های عالی بود و آموزنده و واقعا با تجربه، با کوله‌باری از تجربه. خیلی همیشه موفق باشید. خواهش می‌کنم. جناب مرادی، همونجوری که شما هم در هیئت هستین، عضو هستین و فعال هستین و هم مربی هم هستین، امکان داره در مورد عمل کردی که توی این 4 سال داشتین یه بخشی صحبت بکنید؟ همونطوری که به قول معروف قبلا هم اشاره فرمودم، دوره‌های مربیگری و داوری واقعا دوره‌های خیلی جالبی بود، آموزنده بود. بله. دکتر زحمت این دوره‌ها رو کشیدن، چون خودش قول مدیریت دکترای تربیت بدنی دارن و با فدراسیون وصله. واقعا کلاس‌های خیلی خوبی برامون برگزار کردن. بله. حتی کلاس‌های داوری بچه‌ها شرکت کردن. الان بچه‌ها خودمون دارن تو مسابقات کشوری سود میزنن. مربیانمون هم واقعا مربیان خیلی خوبی هستن، ازشون راضی هستیم. دکتر خودش چند بارم اشاره فرمودن مربیان خیلی عالی هستن. خیلی اگه انشالله قسمت بشه این سال آینده، فکر کنم مسابقات جهانی یه تورنمنت بین المللی افتاده تو ایران. دکتر قول داده که انشالله مربیان خودمون هم استفاده کنه که با قول معروف تجربات زیادی کسب کنیم انشالله. بسیار عالی. خانم، سوال من این هست که از اونجایی که شما هم داخل هیئت مسئولیت دارید و به عنوان مربی فعالیت می‌کنید، امکان داره یه مختصر در مورد فعالیت‌های هیئت بانوان و اینکه چه مسابقه‌ای برگزار کردید و چه دوره‌هایی تونستین بزنید برای مربی‌ها یا برای شاگردان؟ بله، ما از زمانی که مسئول بانوان شدیم توی هیئت رزمی سعی کردیم که جذب مربیان رزمی رو بیشتر کنیم برای هیئت و همونجور که خودتون در جریان هستید دورهای قبل ما فاقد خانه رزمی بودیم. بله. جمع کردن مربیان خیلی سخت بود، مکانی نداشتیم که بخوایم مربیان جلسه‌ای بذاریم در مورد برنامه‌ها و کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم با مربیان صحبت کنیم و مشورت کنیم. ولی به لطف خدا و همکاری دکتر رضایی تشریف که آوردن توی هیئت رزمی، هیئت رزمی جون دوباره گرفت. پیگیری‌هایی که کردن، هیئت رزمی صاحب خانه شد، یه خانه رزمی فراهم کردن برای مربی‌ها که مربی‌ها تونستن اونجا جمع بشن، نظراتشون، ایده‌هاشون برای بهتر شدن هیئت، پیشرفت رزمیکاران بروجرد و هیئت رزمی تلاش بیشتری کنن. و ما هم تونستیم که به لطف خدا برنامه‌هامون رو پیش ببریم. دوره‌های برگزار کردیم، استاژ، مسابقاتی برای هر مناسبتی مسابقاتی در نظر می‌گرفتیم. مربی‌ها جمع شدن، خیلی استقبال خوبی کردن از اینکه هیئت سرپا شده و میتونن یه جایگاهی داشته باشن که بتونن قهرمان پروری کنن. الان حدوداً چند تا مربی فعالیت دارن در هیئت رزمی شما؟ ما 21 رشته رزمی داریم که فعال تو بروجرد و هر کدوم دارای یک مربی هستن که فعالیت میکنن و در خانه رزمی از صبح برنامه‌ها و کلاس‌هاشون شروع میشه تا بعد از ظهر که مختص بانوان هست. و یه نکته دیگه که بانوان قبلا فقط در سطح بروجرد بگم که فقط صبح‌ها میتونستن ساعت داشته باشن برای تایم داشته باشن برای کار کردن، ولی از موقعی که خانه رزمی افتتاح شد ما تونستیم بانوان رو در
تایم بعد از ظهر و زمانی که بانوان بتونن فعالیتاشون رو به غیر از تایم صبح انجام بدن فعال کنیم. بسیار عالی. انشالله که موفق باشید توی این مسیر. سوال من این است که خب حالا این بازه گذشته و تقریبا 4 سال میشه که بیشتر از 4 ساله که هیئت رو تحویل گرفتیم و با آقای دکتر رضایی فعالیت می‌کنیم. وضعیت بچه‌هاتون به چه شکلیه تونستین موفقیت به دست بیارین؟ بله، در بخش بانوان در مسابقات زیادی شرکت کردن که در بخش استانی حتی کشوری، قهرمانی کشوری شرکت کردن و برنامه‌ای که داریم بچه‌ها رو آماده می‌کنیم برای انشالله مسابقات انتخابی تیم ملی و فراتر از اون بتونن موفقیت کسب کنن. انشالله که موفق باشن. شما موفق باشین. تشکر. جناب مرادی، امکان داره که در مورد عملکرد بچه‌هاتون که دارن تمرین می‌کنن و حالا مسابقه هم میدن باید صحبت بکنیم؟ بله، به لطف خدا و همت مربیان و دکتر رضایی و کلیه مربیان که تو اردوهای متعدد ما برگزار کردیم واقعا جواب داد. خیلی هم جواب داد. بچه‌ها از 12 نفر که مدار استانی کشوری آوردن 7 نفرشون بروجردی بودن که انتخاب شدن برای تیم ملی و حتی داورامون هم 2 تا از داورامون هم اون مسابقات کشوری سود زدن. واقعا یه کوله‌باری از زحمات بچه‌ها به ثمر نشست. خیلی عالی بود. واقعا جواب داد اردوهامون. اردوها خیلی خوبی میخواد برگزار کنیم برای مسابقات انتخابی تیم ملی. بله. همین مسابقات سال قبل 1403 که تو اواخر برگزار شد بوکان، واقعا بچه‌ها خیلی واقعا درخشیدن. ما همه راضی بودیم و بچه‌ها مربیان راضی بودن، دکتر خودش راضی بود. وضعیت مدالایی که به دست آوردین به چه شکل؟ واقعا بچه‌ها درخشیدن. 7 مدال رنگارنگ بچه‌ها به دست آوردن. بسیار عالی. انتخاب شدن برای مسابقات تیم ملی. انشالله برنامه‌های خیلی جالبی داریم براشون. 20 سال جدید هم برنامه‌های خیلی خوبی داریم برای بچه‌ها. اردوها خیلی خوبی می‌خوام براشون برگزار کنیم. بسیار. حتی یه مسابقات میزبانی هم داریم غرب کشور که اونم خیلی تجربه است برای بچه‌ها خودمون. انشالله که موفق بتونیم تو مسابقات تیم ملی و کشوری انشالله بچه‌ها بدرخشن. امید خدا. در بخش پایانی جناب آقای دکتر رضایی اگر که مطلبی داریم ما در خدمتتون هستیم. ما از مسئولین انتظار داریم که هیئت رزمی رو حمایت کنن. اون واقعا چندین سال، بیش از 40 سال هیئت رزمی بروجرد ظلم شده و فاقد هر گونه تجهیزاتی بوده. انشاءالله که از این رو بعد حمایت کنن و ما بتونیم به هر حال چه در بعد قهرمانی و چه در بعد همگانی موفق بشیم. و یه انتظاری که داریم ما توجه به اینکه خیر ورزشی نداریم. خیرین بیشتر حالا یا مدرسه سازن یا مسجد سازن. در حال ما انتظار داریم که خیرین ورود کنن به بحث ورزش. اون ورزش به سالم سازی جامعه کمک میکنه. انتظار داریم که ورود کنن و به هر حال تا جایی که میتونن چه حمایت از خود ورزشکارا و چه به هر حال سالم سازی و در بحث ساخت و ساز باشگاه‌های ورزشی کمک بدن که ما بتونیم موفق‌تر عمل کنیم. و در پایان آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تک ورزشکاران، قهرمانان و مردم عزیزم ایران، استان و شهرستان بروجرد دارم. در پایان سالی پر از موفقیت و سلامتی برای تک تک ورزشکاران، قهرمانان و مردم عزیز هم استانی و هم شهریان گرامیمان داریم و جا داره به نوبه خودم از حضرت عالی مهندسان و جناب آقای دکتر مهدی یاری ریاست هیئت کشتی شهرستان بروجرد که خودشون از پهلوانان و نامآوران رشته کشتی هستن و حتی میشه گفت به نوعی خودشون از خیرین ورزشی هستن که انصافاً به هر حال خیلی تلاش میکنن چه برای هیئت کشتی و چه هیئت‌های
دیگه در سطح شهرستان. و همچنین سپاسگزارم از این برنامه عیدانه‌ای که ترتیب دادید که هیئت‌ها بتونن به هر حال با مردم ارتباط برقرار انشالله که شما هم سلامت باشید. اگر که شما در بخش پایانی صحبتی دارید در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. در آخر تشکر میکنم از شما و عوامل محترم برنامه عیدانه و امیدوارم که حال دل مردممون واقعا خوب باشه و سال خوب و خوش رو براشون آرزو می‌کنم. انشالله که شما هم موفق باشید. زنده باشید. جناب مرادی اگر که در بخش پایانی صحبتی دارید در خدمتتون هستیم. الحمدلله و منه. شهرستان بروجرد در کلیه رشته ها واقعا چند سال خوب می‌درخشه. تو رشته کشتی، بوکس، رزمی و دیگر رشته‌های ورزشی واقعا سنگ تموم گذاشتن و مسئولین خواهش میکنم که بچه‌های کلیه هیئت‌ها رو حمایت کنن تا انشالله مدال‌های رنگارنگ بیشتری تو مسابقات جهانی و المپیک انشالله کسب کنن. در پایان این برنامه ویژه نوروزی از همه شما عزیزان که تا آخرین لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امشب را با هم گذراندیم، خندیدیم و موسیقی گوش دادیم. از حضور میهمانان ویژه لذت بردیم. امیدوارم لحظاتی شاد و به یاد ماندنی برای شما ساخته باشیم و سال جدید را با انرژی مثبت و امید به آینده‌ای روشن آغاز کرده باشیم. نوروز این آیین زیبای باستانی یادآور نو شدن و زایش دوباره است. پس بیایید با دل‌هایی پر از امید و آرزو قدم به سالی جدید بگذاریم و آن را پر از موفقیت، سلامتی و شادی کنیم. از اینکه ما را همراهی کردید متشکریم. سالی پر از برکت، خوشبختی را برای شما و عزیزانتان آرزو می‌کنیم. سال نو مبارک، خدا نگهدار و تا دیداری دوباره.